ببین یه تأثیر عجیبی داره مکانیزم ماشه روی سریال شغال. حالا شاید خیلی هم ربط نداشته باشه، ولی به همون اندازه که جمله من بی ربطه، به همون اندازه هم این سریال بی ربطه. البته ممکنه یه ربطایی داشته باشه، چون وقتی تحریما و همه چی دیگه برگرده، همین پول اندکی هم که دیگه تو شبکه نمایش خانگی وجود داشت و اینا ساخته میشه، دیگه اینا هم ساخته نمیشه. سلام، من امید مسعودفرم. به قسمت دیگه از کاتمات خیلی زیاد خوش اومدین. همین ابتدا میگم که کانال گپ تلگرام رو توی کامنت اول براتون پین میکنم و همین ابتدای برنامه‌های سریال شغال میگم آقا این برنامه ها رو من صرفاً فقط برای این میسازم که بتونم برنامه های فیلم و سریال و سینمای خارجی که میسازم یا برنامه هایی که راجع به یه مقدار قصه های مهم سینماست رو بتونم بهتون معرفی بکنم، چون ناگزیر مخاطب روی این برنامه های این مدلی انگار بیشتر کلیک میکنه و من مجبورم اینا رو کار بکنم تا اونا رو بتونم در واقع به مخاطبای بیشتری معرفی بکنم و عجیب این رفتار مخاطب. در مورد این قسمت از سریال شغال باید گفتش که آقا بسیار این سریال و پلان‌های عجیب غریبیه، خیلی پلان‌های عجیب غریبیه. یعنی مثلا نشون میده یارو گوله خورده، بعد رفته گوشه خونش نشسته، یا حالا چاقو خورده، هر چی دیگه نمیدونم، حالا هر کوفتی خورده رفته گوشه خونش نشسته، بعد این یکی سر میرسه، این میاد اینجوری لاجون و اینا، اصلا بماند که این آقا خودش چجوری رسونده تا خونش، اصلا اوکی، این اوکی. بعد یه پلان بعدی نشون میده اون یکی عین رضا موتوری نشسته داره اینجوری موتور میرونه، اون پشتش اوکیه، یعنی سر حاله. میرسن بیمارستان انقدر بی در و پیکره که این با دستش زخم یارو رو فشار میده، یارو عربده میکشه، هیچکی هم اونجا نمیاد. بعد مگه این آدم حالا گوله نخورده یا چاقو نخورده یا در صورت کتک نخورده اینجوری فلان دیگه، یا در صورت منجر به جرح شده که پارگی و این قصه هاست دیگه؟ بیمارستان مگه نباید به پلیس زنگ بزنه بگه آقا یه مجروح داریم که انگار تو یک دعوای یه چیزی یه چاقویی خورده، حالا گوله، حالا من یادم نیست حالا اصلا گوله خورده یا نخورده، آقا جرح، پارگی، چاقو مشخصه دیگه. آقا مگه موزه؟ آقا آخه چجوری میشه؟ اینا چجوریه؟ اینا چه شکلیه؟ ببین امروز اومدم که کلن به منطقهای نوری این سریال بیش از گذشته در واقع گیر بدم و اصلا بگم که آقا اینا اصلا همش پرت و پلای منطقهای نوریش. یعنی اصلا شما این پلان رو نگاه بکن، چرا این نور قرمز باید رو صورت این پسره باشه بی ربط؟ بعد این نور قرمز کوفتی و چرا همه جا میکنید تو صورت آدمه؟ یعنی همه آدما یه نور قرمز یهویی وسط خیابون یهویی تپ میپاشه رو صورتشون، چرا؟ من واقعا بازم سوال میکنم چرا باید این کارو بکنیم؟ اصلا کارگردان بگه. اصلا من میگم کارگردان نمیگه، تیم گروه تصویر و نورپردازی تصمیم میگیرن این کارو بکنن. بهنام کریمی نازنین و عزیزم، چرا باید اینجوری باشه؟ آخ میرسیم به دقیقه 23 و پروفسور کامیار سر از خاک بیرون میاره، یهو تبدیل میشه به یک اکتیویست و مفسر علوم اجتماعی و منطق و در مورد یکی از بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ جهان و بشریت در واقع مانیفست های خودش رو صادر میکنه که اگر این آدم شاید روی کرده اجتماعی و زندگیش به اون سمت نمیرفت، شاید میتونست یک آرتیست مهم تاریخ بشر باشه. در هر صورت مطالعات کامیار در مورد دیکتاتورها و جوامع و فلاسفه بسیار بالاست و میدونه آقا تو این یارو رو تا الان عیاش و خانومباز و متجاوز نشون دادی، یارو الان یهو میشینه بحث سنگین میکنه. اصلا من نمیگم که بین آدم هایی که ممکن عیاش بوده باشن آدمی که مثلا علم و آگاهی فراوان داشته مثلا وجود نداره ها، نه چرا، خب وجود داشته، ولی خب تو تا الان از این یاروی آدم کثیف به من نشون دادی که اصلا هیچی، اصلا حتی حالیش نیست. یعنی به جز عیاشی کردن و سیگار خوردن و عرق خوردن و پوکر بازی کردن چیز دیگه ای نمیفهمه. یهو میشینه رو مبل کتاب به دست و شروع میکنه به
توضیح دادن راجع به مسائل روز و مهم تاریخ با جهان. حالا منم صدام نگیره. چی کار میکنین یهو؟ اصلا چی میشه یارو یهو اون شکلی میشه؟ اصلا یه جوری یارو معکوس کشید توی کاراکترش که واقعا توی اینترستلر نولان با کاراکتراش این کارو نکرد. این تغییر و این آرک شخصیتی کاراکتراش رو هیچ وقت اینجوری عوض نکرد. نمیتونه عوض بکنه، بلد نیست، نمیتونه بکنه، چون هنوز یاد نگرفته که تو ایران باید اینجوری سریال بسازی. الان احتمالاً دوباره به من میگی امید چرا داری بهش گیر میدی؟ آقا ما یه نور سبز رنگ مسجد توری، حرم توری داریم توی آشپزخونه شیشه اون آقا. اصلا من میگم اون نور سبز رنگ درسته. اصلا باید همه آشپزخونه های شیشه در تمامی نقاط کره زمین همینجور سبز سیدی باشه. اوکی، درست، کار درست رو شما کردین. همین بابا موقعی که داره تو دشت را میره یه نور سبز رنگ اون تهه. به خدا اگر این پلان رو میخواستین تو خود مشهد اطراف حرم بگیرین، تو بک‌گراندش انقدر نور سبز نبود که اینجا نور سبز هست. اصلا چرا این اصلا چرا این نورای پرت و پلای بدون منطقه بدون هدف اصلا بی ربط چرا باید تو بک‌گراند همینجوری باشه؟ چرا واقعا؟ اصلا بهتون اینا رو دارم میگم تا منطقش هم برای شما در بیاد، تا منطقش هم شما بفهمین که آقا بعدن در یک فیلم و سریالی دیدین متوجه بشین که آقا مهمه این منبع نوری کوفتی مهمه، اینا دلیل داره. نمیشه که تو مثلا خارج از ژانرت بی ربط یه کاری انجام بدی که تو میگی فیلم و سریال نوار دارم مثلا میسازم یک سریالی، خب پس منطق نوریت باید بر اساس فیلم و سریال نوار باشه. حالا اونجا اگه بخوای توش یه خلاقیتی به خرج بدی باید بر اساس منطق خود روایتت بخوره دیگه. تو الان یه فیلم و سریال رئال داریم میسازی، مثلا اون دختر و پسر نشستن لب اتوبان داریم میبینیمشون، بگذاریم که از طبق معمول این سریال اینا همیشه دو رنگن، یعنی مثلا یه ورش قرمز یه ورش سرد، اوکی هم میذاریم کنار. از پشت سرشون اینا رو میبینیم که رو به اتوبانن دیگه، خب هیچ منبع نوری هم اون پایین نیست. میایم رو پلان روبروشون، دو تا شاخه جلوشونه، شاخه در واقع پرنوره، رو صورت هم حالا یه نوری وجود داره، روی بازوهاشون هم یه نوری افتاده. بعد میایم تو پلان پشت سر، هیچ کدوم از اینا رو نمیبینیم و هیچ نوری روی تیغه بدن این دو نفر نمیبینیم. من نمیفهمم اینا رو، یا من خیلی دیگه دارم دقت میکنم به این چیزا، یا اصلا انگار دیگه اصلا برای فیلمسازه مهم نیست دارم چیکار میکنم. آقا آیه برنامه‌ریز آفیش کن، دوستان بیان سر صحنه، بگیریم 3 2 1 بهنام رکورده، بله آقا رکورده، بزن بریم بگیریم، آقا حرکت، بگو دیالوگو بگو، تمام، خداحافظ، خیلی خوب آقا خسته نباشید، آفیش فردا ساعت چنده؟ 8 صبح، خواهش میکنم تشریف بیارید. اصلا انگار همینه کل این سریال در قیاس خودش با خودش، کل این سریال در قیاس خودش با خودش، دقت کن، فقط شبنم مقدمی و مهدی سلطانی رو میتونی تحمل کنی تو قاب تصویر در قیاس این سریال با خودشا، وگرنه اونها هم بسیار ضعیفن در کلیت کارهایی که تا حالا انجام دادن. اصلا این زوج سریال 7 سنگ رو با هم داشتن، چقدر ترکوندن. حالا اون سریال کمدی بود اصلا میذارم کنار، ولی خب در صورت بازی، اکت، فضایی که ایجاد میکردن چه زوج درجه یکی بودن. عجیبه این سریال، این پدیده این سریال، یعنی یه گناه فرشته ریز تو خودش داره. خیلی دیگه اذیتتون نمیکنم، خداحافظ. تپش قلبتون تپش زندگی باشه.